سلام، من علی فروتنی هستم از شرکت دانا پرداز. امروز با ویدیو معرفی ماژول SLA در خدمت شما هستیم. قاعده SLA یا توافقنامه سطح خدمات یک توافق بین ارائه دهنده سرویس و مشتری یا سرویس گیرنده است. به این معنی که بر اساس نوع خدماتی که مشتری دریافت میکنه زمان مشخصی تعیین میشه. باید اضافه کنم که SLA ابزاری برای ارزیابی عملکرد و تاثیر خدمات ارائه شده به مشتری هم هست و میتونه باعث بهبود ارائه خدمات به مشتریان بشه. خب حالا با یک مثال مفهوم SLA رو با هم بررسی میکنیم. فرض کنید که فردی قصد داره پیتزا سفارش بده. خب اون تماس میگیره و سفارش پیتزا رو میده. پاسخ سرویس دهنده اینه که پیتزای شما ظرف 30 دقیقه در به منزلتون تحویل داده خواهد شد. در این سناریو یک توافق بین مشتری و سرویس دهنده انجام میشه و اون اینه که پیتزا در مدت 30 دقیقه به مشتری تحویل داده بشه. به این موضوع SLA یا توافقنامه سطح خدمات گفته میشه. خب اگه زیر 30 دقیقه پیتزا تحویل داده بشه مشتری خوشحال خواهد بود و هزینه رو با کمال میل پرداخت میکنه. اما اگر تو زمان 30 دقیقه پیتزا به دست مشتری تحویل داده نشه حتما باعث ناراحتی میشه و سرویس دهنده احتمالاً مجبور میشه برای جلب رضایت مشتری به اون تخفیف بده یا یه سیب زمینی اضافه هم رو غذا بهش تحویل بده. چرا بعد از SLA استفاده کنیم؟ با SLA میتونیم مشتری خودمون رو بر اساس توقعی که دارن مدیریت کنیم. منابع و نیرویی که داریم رو بر اساس توقع مشتریامون مدیریت کنیم و همچنین میتونیم گزارش دقیقی از وضعیت هر سطح سرویس داشته باشیم. یکی از مهمترین پارامترها هم اینه که میتونیم مشتری خودمون رو اولویت بندی کنیم. قاعده SLA باید بر اساس داده‌های دقیق و استانداردهای موجود تنظیم بشه، قابل ارزیابی باشه و به صورت دوره‌ای بازبینی و ویرایش بشه. حتما برای تنظیم یک قاعده خوب باید توان تیم پشتیبانی خودمون رو هم در نظر بگیریم و از SLA موجود در صنایع و کسب و کارهای مشابه استفاده کنیم. اما SLA در نرم افزار دانا بر اساس 3 تا پارامتر محاسبه میشه: زمان پاسخ اولیه یا اولین پاسخی که از جانب کارشناسای پشتیبانی به مشتری داده میشه، زمان پاسخ بعدی یا پاسخهایی که تا به نتیجه رسیدن درخواست از طرف کارشناسای پشتیبانی به مشتری ارائه میشه و زمان انجام درخواست یا زمانی که نیاز مشتری به طور کامل برطرف میشه. و در آخر این رو بگم که میتونید روی نرم افزار دانا زمان رسیدگی به درخواست‌های مشتریان رو با استفاده از تنظیمات پیشرفته SLA مدیریت کنید و استفاده از یادآوری‌ها به صورت SMS، ایمیل یا موارد دیگه میتونه از فراموش شدن موعد انجام درخواست‌ها جلوگیری کنه. به سایت ما به آدرس danapardaz.net حتما سر بزنید و با امکانات بی‌نظیر نرم افزار دانا بیشتر آشنا بشید. موفق باشید.